درود به همه دوستای گلم. امروز با آموزش 3 غلط جلو پا جمع، پا باز و غلط جلو پا صاف در خدمتتونم. Subscribe to my channel. اولین پیش نیاز حرکت غلط حرکت گهواره هستش که باید پشت کامل گرد، پنجه پا کشیده و زانوها به هم چسبیده و زانوها رو میگیریم و حرکت گهواره رو اجرا میکنه. بعد از اجرای کاملا صحیح حرکت گهواره میریم سراغ مرحله دوم. در مرحله دوم ورزشکار روی سطح شیبدار به این صورت میایسته و اجرای غلط رو انجام میده. دقت کنید که دست ورزشکار کاملا صاف بالا و کنار جفت گوشا قرار میگیره و اجرای حرکت غلط. خب در این مرحله بعد از گذاشتن دست روی زمین سر رو بین دوتا دست قرار میده و دقت کنید که پشت سر روی زمین باشه و بعد از تمام شدن غلط به صورت صحیح میایسته و دست بالا کنار گوش. و حالا اجرای کامل و صحیح غلط جلو پا جمع. بریم سراغ غلط جلو پا باز. برای غلط جلو پا باز مثل غلط جلو پا جمع گهواره رو اجرا میکنن، با این تفاوت که هنگامی که به جلو میان پاشونو باز میکنن، دست بین پا قرار میگیره و سرسینه میاد بالا. در این مرحله هم غلط جلو پا باز رو روی سطح شیبدار مثل غلط جلو پا جمع انجام میدیم، با این تفاوت که هنگامی که غلط انجام میشه دستشو بچه روی زمین میذاره. در این مرحله باید پاشو باز کنه، دست بین پا نگه داشته بشه و فشار دست روی زمین سینه‌شو جلو نگه داره، فشار بده بیاد بالا و پاشو عقب ببنده بکشه تو سینه، صاف باشه وایس. خب و اجرای کامل حرکت غلط جلو پا باز. غلط سرسینه بالا، پاشو عقب میبنده کامل صاف، پا میشه وای میسه دست و میریم سراغ آخرین غلط که غلط جلو پا صاف هستش. دست بالا کنار گوش، دستو میذاره رو زمین، پشت سر رو زمین، پا صاف، بلند میشه وای میسته. با این تفاوت که مثل آقا سپهر ما نباید اینجوری بپر کنه. و در آخر هم غلط جلو پا صاف توسط ورزشکار خوب و با استعدادمون آقای سپهر اعتمادی.